یو سلام به همه، خوش آمدین به اولین ولاگ ما. خیلی خوشحالم که بالاخره تصمیم گرفتیم اولین ولاگ را ضبط کنیم. امیدوارم ازش خوشتان بیاید. امروز قرار بود با دوستان بریم سینما و فیلم دی اودیسی را ببینیم. از همون اول گفتم چرا این روز را ثبت نکنم و با شما هم شریک نشم. اول شروع کردیم با آماده شدن. هر کس دنبال لباسهایش بود و آماده می شد که دیر نرسیم. بعد از اینکه همه آماده شدیم راه افتادیم سمت سینما. توی مسیر کلی حرف زدیم و شوخی کردیم. حال هوای خیلی خوبه داشتیم و همین باعث شد مسیر اصلا طولانی به نظر نرسد. وقتی رسیدیم مستقیم رفتیم سراغ پاپکورن و نوشیدنی، چون به نظر من سینما بدون پاپکورن اصلا کامل نیست. یک کم هم آنجا گشتیم تا زمان فیلم شروع شود. بعد وارد سالن شدیم. فضای سینما خیلی قشنگ بود و همه منتظر شروع فیلم بودیم. فیلم دی اودیسه شروع شد و من واقعا انتظار داشتم خیلی هیجان انگیز تر باشه و بعضی از صحنه ها خوب بودن و فیلم از نظر تصویر جلوه ها قشنگ بود، اما داستان برای من خیلی آرام پیش می رفت و احساس کردم بعضی قسمت ها زیاد طولانی شده و به همین خاطر آخر فیلم حس کردم یک مقدار خسته کننده بود. البته این فقط نظر شخصی منه و شاید خیلی ها ازش خوششان بیاید. با این حال چیزی که این روز را قشنگ کرد وقت گذراندن با دوستهایم بود. گاهی خود فیلم مهم نیست بلکه خاطره هایی که با دوستات میسازی ارزش بیشتری داره. بعد از اینکه فیلم تمام شد از سالن بیرون آمدیم و درباره فیلم صحبت کردیم. هر کس یک نظر متفاوت داشت و همین جالبش کرده بود. این هم اولین تجربه ولاگ گرفتن ما بود. شاید هنوز جای پیشرفت داشته باشه ولی خوشحالم که از یک جای شروع کردیم. امیدوارم هر ویدیویی از قبل بهتر باشه و شما هم در این مسیر کنارم باشین. اگر تا اینجا ویدیو همراه من بودین واقعا ممنون. حتما برایم بنویسید که این سبک ولاگ خوشتان آمد یا نه و دوست دارین دفعه بعد چه جاهایی را با هم ببینیم و اگر هم فیلم دی اودیسه را دیدین حتما نظرتان را در کامنت ها بگین. ممنون از حمایتتان. تا ولاگ و ویدیوهای بعدی، خداحافظ.